تا 180 تا رفتیم، جاده مستقیم صافه دیگه. بعد دیدم آو شیت، پلیس اونجا کم کرد، گارگا کم کرد. هیل نه. پلیس گفت بعد وسط جاده گفت بزنگه. آجی بالاخره رفتم یه همچین استندی گرفتم که دیگه استند داشته باشیم برای ریکوردینگ. من نمیدونم چه شکلی هم کار میکنه والله. اوکی آره میشه بزنیم اونجا یکم حرف بزنیم. او شیت حتی بنزین هم نداره، یکم بنزین هم بگیریم. بنزین بریم یکم بنزین هم بگیریم. خب چرا باشم خب بیا آها آی چقدر میده؟ don't fucking know. پمپش میراد داره که هیچ نم همین جوری داره میخوریم. آی شیت چقدر 18 19 20 کافی. برو سر جد تو هم یه خروج بخور. alright بریم حساب کنیم چقدر. 30 تومن. قبلش اینو ببند. 30 تومن از آب معدنی ارزون تره. what the fuck. alright خب این هم از اون gas station بلاک. خب سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام در مورد اینکه ماشین بهمون زدنه از پمپ بنزین خارج شیم، در مورد اینکه چه شکلی آموز خودمو به کشتن دادم حرف بزنیم. آره تقریبا نزدیک بود با این ماشین چپ کنم، با همین ماشین. آره یکم صدای چیز میز میاد. آی کمربند بابا. اوکی نگران من نباش. آره نگران من نیست بعد اون حرکتی که باهاش اون روز انجام دادم. آره این ماشین حدود این که من دیگه 1000 تا 1500 تا باهاش کار کردم، رفتم دیگه آب بندی شده بود موتورش تقریبا. یه روغنش عوض کردم، فیلم اون روغن تعویض روغن هنوز هست کانال. روغنش عوض کردم. بعدش رفتم به یه جاده بین شهری، یه جاده خیلی اوکی که بشه تست کرد ماشین رو. قصد ببینم من چی خریدم، مثلا چیز بدی خریدم، چیز خوبی خریدم، کلا what the fuck did I do. آره جاده کرمانشاه بود، بین شهری دیگه. آره رفتم به جاده و گفتم اوکی الان وقتشه تست کنیم. ESP رو خاموش میکنیم. ESP رو خاموش کردم. بعد من یکم نمیدونم ماشین میبینم آدم جلو میزنه اون موقع. الان من دیگه کلا عوض شدم بعد اون حرکت اتفاقی که افتاد. آره یه پژو بود، یه پژو نمیدونم یه الیکسینا نبود، یه پژو عادی بود. فکر میکرد میتونه اینو بگیره رو میومد. من اذیتش میکردم، مثلا میومد 110 تومن پامو میذاشتم روش 140 تا میرفت. مثلا نمیتونست این ماشین رو مثلا بهش دست بزنه، تاچ کنه. آره انداختیم تو جاده و کنار هم. من تا حدود 180 تا 90 تا رفتم و رسیدیم به یه پیچ و این ماشین خدا رو شکر من ESP شو خاموش نکرده بودم. موقع ESP داشت. در مورد ESP این ماشین ESP همون پایداری جادهشه. آره پایداری جادهشه. اگه مثلا یه بار وایسی خودش ESP رو دوباره روشن میکنه. یه بار مثلا الان من خاموش کنم برم، بعد اینکه من وایسم دوباره ESP شو روشن میکنه. کلا نمیذاره بدون ESP تو حرکت کنی. صدای ماشینا چقدر زیاده. درسم آدیو بندازه توی ویدیو. آره ESP روشن بود. من قبلش خاموش کرده بودم چون می‌خواستم ببینم 0% چقدره و اینا که بهتون نمیگم بعدا یه ویدیو دیگه. آره رفتیم رسیدیم به یه پیچ. این ماشین اگه ESP داداش چپ کرده. وای حالا اونو ولش. اون از اون
من از اون کلا دو بار اتفاق افتاد. اون از اون یه دونه دیگهش بود، به من گفتن اوکی نجات پیدا کردیم، چپ نکردیم. و آره پژو فعلا نیومده بود، پژو بعد این اومد که رو مخ من راه بره میومد. آره رفتیم تو جاده صاف میومد 110 تا 120 تا 130 تا من که برای ماشین چیزی نیست پر کنی ها، 140 تا 180 تا من تا 180 تا رفتیم، جاده مستقیم صافه دیگه. بعد دیدم آو شیت پلیس اونجا کم کرد، گارگا کم کرد. هیل نه. پلیس گفت بعد واسه جاده گفت بزنگه آه شیت. اگه وایسم دیگه، زدم کنار، راهنما رو انداختم. بعدش 1 کیلومتر فقط دنده عقب اومدم تا برسم بهش. آره کلا یه سرباز بود با جناب سروان، سربازه اومده بود گفت وایسید بزنید کنار. آره من اون پژو رو زد کنار. آقا اومد گفت چه خبره 180 تا 100 دارین چیکار می‌کنی؟ آره منم گفتم خدا جناب سروان داشتیم ماشین تست می‌کردم. گفت کارت ماشین، گفتم ماشین تازه است. آره گفتم الان بنویسه برام 1 میل مینویسه 1 میل نه چی. آره جناب سروان عزیز اومد گفت کارت ماشین رو بده. گفتم ماشین تازه است کارت نداره. گفت اوکی. گفت اوکی. بعد اونجا جایی که ما رو وایسوند آره اینترنت خوبی نداشت، چون من آهنگ اسپاتیفای هم قطع شد وسط جاده. پلاگمو زد، پلاگ هیچی نیاورد بالا، یعنی دیگه نت نداشت. آره خلاصه یه عکس از گواهینامه‌ام هم گرفت و گفت مگه نمیدونی پژو روی در است؟ یعنی پژو چیه؟ از این لاتاس خب همون کردیش میشه رودا. گفتم آه شت، گفتم نه برای این. برای یه اسو بزنیم بریم. آره گفتم نه برای این جناب سروان. اوکی من گفتم اوکی جناب سروان اوکی من مشکلی با جریمه ندارم، کل چیزی نیست تقریبا، ولی این نمره منفی بنویسه من اینو چیکار کنم؟ بعدش اون شب اومدم خونه به بابام، بعد روز بعدش گفتم، چون اصلا نمیدونستم بعد به یکی بگم من اینا رو خالی کنم خودم. آره گفتم همچین کاری کردم. گفت چرا تند میری؟ خب گفتم دیگه نمیرم. من از اون موقع دیگه این ماشین رو پوش نکردم. صدای جیجو میشنوید، اون صدای سوپر چارجرشه بچه. میگه جیجی الان گذاشتمش رو اسپورت مود صدای زیاده. یا عادی کامفورتبل بریم صداش نیاد. ای خدا. آره گفتم جناب سروان 1 میل اوکی 1 میل رو بنویس چیزی نیست. منو زود تکلیفم روشن کرد. بعد برای اون پژو هم گفتن نمیدونیم دنا انقدر راه میرفت. گفتم خب این توربو بود، آخرین مدلشه. آره انقدر اذیتشون کردیم. منو گذاشت رفتم دیگه. من کارت عکس از گواهینامه‌ام گرفت، کارت ماشین که نداشتم و گفت دیگه من چیزی نگفتم جناب سروان پلیز I suck your. بعدش اومدم خونه داشتم سرچ میکردم که ببینم جریمه‌اش چقدره، چون کاری که من کردم از این فلنیا چیز میز داشت، تجاوز به سرعت بالای 50 کیلومتر. فکر کنم 10 نمره منفی داشت. اگه 30 نمره منفی بگیری گواهینامه‌ات بای بای. آره داشتم سرچ میکردم، گفتم وای خدا چیکار کردم. و اینکه پیام جریمه نیومد تا یه هفته بعدش هم کنم پیام اون جریمه رو برای من اصلا نیومد. بعدش امروز صبح رفتم چک کردم، گفتم چون میخواستم برای کارت سوختش چیز کنم درخواست بدم، باید جریمه اینا صاف باشه. گفتن جریمه داری؟ گفتم آها شت بس اونه. آره گفتم چقدره؟ یارو گفت 100 تومن. What؟ 100 تومن؟ چرا 100 تومن؟ کاری که کرده از اون چیزتر بود. آره بعد رفتم تو سایت چک کردم، دیدم زده مثلا این جریمه های چیز میز ریز میزه. یارو منو گذاشت رفتم، فکر کنم گفت شیرینی ماشینت. آره خلاصه دیگه هم جناب سروان شیرینی ماشین داده بهم که ننوشت. نمره منفی هم خبری نشد.
گفتم گاهینامه، عکس گاهینامه داره، نمره منفی 10 تا میزنه روش، بعدش برم تهران یه دوربینم منو بگیره، وای گاهینامه برباد رفت. دیگه نمیتونم پشتش بشینم. ولی نه، جناب سروان دیده ها میشی. آره نوشت ولی 100 تومن نوشت. مثلا چی پارک دوبلم بیشتر 100 تومنه، چی مثلا سرعت 10 کیلومتر این چیز میذاره، یادم نیست تایتلش دقیقاً، ولی جناب سروان دیده ها میثینگ ننوشت. آره ازم گذشت. من واقعا هیچی هم نگفتم، یعنی اینقدر هومی اصلا. ولی فکر کنم سر اون پژوه بعد چیزی ها، چون دوتاشون گفتن یه جور قیافه کرده بودن. گفتم پژو جریمه کمتر داره دیگه جناب سروان. رومن جریمه داشت 100 تومن، شما رو باید به فنا داده باشه. آره خلاصه اینم از این. خواستم بگم یه ویدیو ازش بسازم. او مای گاد یه نیسانه داره. وای تو چیکار میکنی با این آدم؟ راه برو دیگه. یارو فکر کرد. اوکی. آره ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. روز خیلی خوبی داشته باشین. امیدوارم گوشیم الان روبرومه، یعنی پشتشو نمیبینم. امیدوارم رکورد کرده باشه، رکورد نکرده باشه خودم هیچ ولش کن. آره روز خوبی داشته باشین. خداحافظ تا ویدیو دیگه.